سلام دوستان عزیز، به قسمت سوم از آموزش HTML و CSS خوش اومدید. امروز میخوام بدون هیچ معطلی میخوام امروز وارد بحث بشم. خیلی راحت براتون توضیح بدم. میخوام یه حالا اینجا رو هم یکم عوضش کنم تمشو که همتون یه تم خوب داشته باشید، یه تم تکراری نداشته باشید. خب ما از این جلسه مونده بودیم که توضیحتون بدم خدمت شما. فیو آیکونه. خب از این قسمت ها مونده بودیم دیگه. فیو آیکون، فایو آیکون، حالا هر چیزی که در نظر بگیرید و هستش. خب یه فایل حالا میسازیم. خب این فایل رو خب توی VS Studio Code میذاریم. خب من VS Studio Code رو بازش بکنم. حالا یه فایل میسازید، فایلتون رو داشته باشید دیگه. خب با این فایل استفاده میکنید و من فایل حالا قبلا که ساخته بودم رو دیگه نمیخوام تغییرش بدم، همین فایل اضافه بشه. خب ما نوشتیم که آقا یک مروری داشته باشیم، داک دیگه، یا داک بنویسیم. حالا یه بالا یکم خب یه داک بنویسیم، همه چیز برامون میاد. مثلا تایتل آموزش HTML CSS. خب این قسمت اومدیم. الان میخوام برای شما فیو آیکون رو بگم. خب فیو آیکون فاو، بذار آیکون، فیو آیکون رو بهتون توضیح بدم. خب فیو آیکون چی هست و چطور استفاده میشه. شما باید یه لینک بدی. خب مثلا یه لینک بدی برای صفحه. خب الان بیا استایلش رو فکر کنم آیکونی باید بدی. خب اینجا آیکون بذاری. خب اینجا در نظر ریلش رو باید آیکون بذاری. روی آیکونه مثلا میای شما مثلا یه تایپی میدی برای عکسه. خب یه تایپ میدی، مثلا تایپ ایمیجشو، مثلا یه تایپ ایمیج ایکس آیکون میدی، مثلا ایمیج، حالا زیاد مهم نیست، فکر کنم حالا اینو بنویس دیگه، ایکس آیکونه. خب مثلا توی ارفم برای شما مثلا یه فایل ایمیجی وجود داره. خب شما فایل ایمیج رو دانلود بزن. این چه کاری انجام میده؟ خب من این رو گلایوش بکنم. این چه کاری انجام میده؟ این میاد برای این قسمت یک آیکون میده. پس کجا آیکون میده؟ به این قسمت یا آیکون میده به این کنار همون تایتله که حالا تایتل نوشتم آموزش HTML CSS، یه دونه آیکون که کنارش گذاشتم. پس شما باید لینک بدی، لینک رو ریالش رو باید بذاری آیکون. خب آیکون باید بذاری، اینجا باید آیکون باشه یا ایکس آیکون باشه. خب اینجا ایکس آیکون باشه اشتباه، میبینی ایکس آیکون تعریف کردیم. خب اشتباهه، اون وقت کار نمیکنه. پس ما آیکون رو ننویسیم این کار نمیکنه. خب کد بعدی ما چیه؟ خب کد بعدی ما تیبله. خب توی تیبل ها ما تیر داریم، TH داریم. توی جدول هست، یعنی میخوای اینجوری تیبل بسازه. تیبل به معنی جدوله. خب شما مثلا این تیبل میسازی، اینجا رو در نظر بگیر که مهمه. خب یه تیبل در نظر بگیر که شما یه تیبل ساختی. خب یه تیبل ساختی، درسته؟ توی تیبله مثلا شما میایی چیکار میکنی؟ مثلا این تیبل رو ساختی، در نظر بگیر هیچ اتفاقی نمیفته. خب شما هیچ اتفاقی نمیفته چون یه متن ایجاد نکردی. خب ما گفته بودیم که توی تیبل ها مثلا تیار میاریم، TH میدیم. خب مثلا یه تیار میاری، توی تیاره مثلا یه TH میدیم، مثلا سیاوش، مثلا یه TH میدی آموزش، TH دوباره میدی، مثلا یه دونه برتر اضافه میکنی، برتر، مثلا اینجوری در نظر بگیرید. اینا میان پشت سر هم قرار میگیرن. خب پشت سر هم اینجوری قرار میگیرن که هر دو مثلا هر یکیشون، مثلا شما تیر بنویسید، مثلا اینجوری بنویسید، خب چه اتفاقی میفته؟
این جدا میشه، دیدی جدا میشه. ولی شما اگر تیشو بذاری پشت سر هم میاد، میفته در کنار هم. خب شما مثلا همچین چیزی رو ساختی. خب حالا مثلا کمپانی نوشتی، کانتکت نوشتی، خب اینا اولا. خب من میخوام بذارم حالا اینجا یک کمپانی، یا مثلا فیات، مثلا پریس، مثلا پرایس قیمت. خب پریس بنویسیم. حالا یه دونم بنویسیم مثلا کانتری، مثلا بنویسه کانتری. خب کشور. خب اینجا میاد میفته در کنار هم. خب شما مثلا یه تیر دیگه دوباره میسازی. خب مثلا یه تیر دیگه میسازی، مثلا تیر الان شما باید بیایی نسبت به این کمپانی مثلا TH، مثلا کمپانی هتنر، مثلا پریسش قیمتش مثلا در نظر بگیر، مثلا قیمتش چنده، قیمتش مثلا $500، مثلا یک چیز $500. خب مثلا کشور جرمنی، خب کشور مثلا جرمنی، خب آلمانی. خب شما میاد میبینی که آقا اینا اینجوری پشت سر هم میافتن. خب شما میخوای جدول بسازی دیگه، پشت سر هم میافتن. آقا اینا چطور اینجوری رنگ دادن، خب چطور این کار رو انجام دادن رو ما باید چیکار بکنیم؟ اون وقت بیایم به اینا رنگ بدیم. مثلا بیایم فاصله بدیم. چطور فاصله بدیم؟ مثلا توی تیبل شما مثلا یه استایل میدی، مثلا بک‌گراند کالرشو میای مثلا در نظر مثلا رنگ اینجوری میذاری. خب مثلا بک‌گراندشو اینجوری میکنه. خب این کلا تیبل شما اینجوری میشه، کلا تیبل، چون که از تیبل باز شده. ولی شما مثلا یه دونه مثلا در نظر بگید تیار که باز کردی و تیار بسته شد توی این قسمته. خب قسمت مثلا تیار میخوای یه رنگ بدیم، مثلا استایلشو میدی، مثلا بک‌گراند کالر میدی بهش. خب بک‌گراند مثلا این رنگ مثلا در نظر بگیم، مثلا اینجا دیدی چه حالا یکم اینجوری باشه بهترتر جر میاد کار، میبینیم. خب و اینجا شما باید یک مارجین باتن فکر کنم بدید 20 پیکسلی. خب مثلا اتفاق نمیفته. خب اینا فرق میکنه. خب بذار ببینم چه اتفاق میفته. حالا اینجا مثلا یک پدینگ 20 پیکسلی خب بزنم ببینم چه اتفاق میفته. این اتفاق نمیفته. بعد این 25 20 پیکسلی روی این قسمت ها اتفاق نمیفته. ولی شما مثلا اینجا ببینم بدم میفته یا نه 20 پیکسلی. خب ببین اینجا تیبل رو دادم، این تیبل اومد وسط مثلا در نظر بگیری، اما شما مثلا یه پدینگ بدی. خب 20 پیکسلی بذار ببینم چه اتفاق میفته. اینا باز میشن، میبینید دیدی پدینگ یه 20 پیکسلی داد دیگه. خب مثلا اینجوری در نظر بگی که اینجوری شده. مثلا شما مثلا TH ها وجود داره. خب TH ها مثلا یه پدینگ مثلا میاد توی ریستایل میدی، مثلا میگی TH هم مثلا پدینگش، خب مثلا پدینگش مثلا باشه مثلا 20 پیکسل. بذار ببینم چه اتفاق میفته. ببین دیدی بزرگتر شدن. خب بزرگتر میشن. خب اینا مثلا TH ها کاملا بزرگتر میشن. دیدی مثلا اینو میای کپی میکنی. خب کپی میکنی میای مثلا اینجا هم میدی. خب اینجا هم میدی، اینا هم همینجوری خواهد شد. خب دیدی اینا هم همینجوری میشن. مثلا این هم بدی مثلا چه اتفاق میفته. اینجوری باز میشن. دیدی ولی حالا توی CSS ما اینجوری تکرار نمی کنیم. ببین دیدی بزرگ شد. توی CSS ما اصلا اینجوری تکرار نمیدیم. خب
روی CSS اصلا ما اینجوری تکرار نمیدیم، مثلا یه استایل دیگه اینجا میدی یا بک‌گراند کالر میدی. ببین چند تا اصلا دستور بیش نیست، یعنی دستور بیش از اینا رو من ندادم. ببین یه دونه جدول خوشگل ساختی برای خودت، مثلا اینجوری در نظر بگیر که تو اینو ادامه بدی. مثلا بک‌گراند کالر استفاده کردم، پدینگ استفاده کردم، یه دونه مارجین استفاده کردم که مارجین هم میتونستم استفاده نکنم، اصلا به درد من نمیخوره، مثلا بیفته اینجا. یا مثلا یه مارجینه در نظر بگیر، مارجین 0 اوتو بده 0 مثلا اوتو بدم. خب این مثلا بیفته وسط، دیدی بیفته مثلا وسط. بیام مثلا یه مارجین تپ بدم، تپ معنی بالا، از بالا مثلا 100 پیکسل میدم. خب از بالا مثلا 100 پیکسل میاد، این میفته 100 پیکسل مثلا اینجوری. خب اینا رو هم یاد میگیری توی جلو، و توی جلو یاد میگیرین که اصلا اینا رو نباید اینجوری اصلا بدید. خب مثلا اینجا نباید اینجوری بدید. مثلا میای روی تیبله توی CSS دیگه کلاس میده، مثلا میگه که آقا مثلا من تیبل دارم، خب یه تیبل دارم، خب مثلا استایل رو من اینجا داده بودم دیگه. آره خب من یه لینک بکنم، اینو صبر کن یه لینک بکنم برای CSS استایل CSS هم. خب مثلا میخوام دارم توضیح میدم، حالا اینا بیشترتر توضیح خواهیم داد توی جلو و شما اصلا نگران نباشید. مثلا تیبل دارم، توی تیبله مثلا توی تیبله من چی دارم، مثلا توی تیبله مثلا من میام بک‌گراند کالر میدم، میگم رد بکن تیبل، مثلا کلا بک‌گراند کالرش رو رد بکن، چون که از گپ گرفته شده به خاطر همون ما استفاده نمی‌کنیم. خب از گپ گرفته شده به خاطر اون، این اصلا بک‌گراند اتفاق نمیفته چون که از قبل اینا کاملا نوشته شدن. خب در نظر بگیرید مارجین رو ببخش 0 اوتو، بذار ببینم اشتباهم از کجا بود. مثلا یه مارجینه دیگه از تپ 10 پیکسل. خب مثلا یه لینک دیگه میدم، خب لینک میدم استایل CSS. خب اینا مثلا لینکشو میدم. مثلا در نظر بگیر که من اینجا یه تیبل دیگه میدم، مثلا یه تیبل دیگه میدم کلاسشو میذارم مثلا red. خب مثلا یه th میدم، مثلا اینجوری مینیسم، مثلا tr میدم ببخشید، توی tr میدم، مثلا توی tr من th مینیسم. خب th مینیسم مثلا اینجوری، در نظر بگیریم مثلا th مینیسم اینجوری. خب مثلا th مینیسم اینجوری. خب مثلا این کلاس ردو میدم بهش، میگم که آقا ردو میذارم اینجا، یا بک‌گراند کالر میدم. خب ردم اینجا هستش. خب مثلا اینجا رو من توی کلاسه تونستم با رد استفاده کنم. خب و مثلا توی رده من میگم که آقا رده th هایی که نوشتم اینا بک‌گراند کالرشون باشه چند، بک‌گراند کالرشون باشه مثلا این. خب میام میبینم که این بک‌گراند کالراش اینجوریه. خب مثلا یه پدینگ میدم دوباره، مثلا میدم پدینگ 20 پیکسل از هر طرف مثلا 20 تا بگیری، اینجوری در نظر بگیرید. خب مثلا اینجوری در نظر بگیرید که من این کار رو انجام میدم. مثلا یه مارجین میدم، میگم 0 اوتو باشه. خب اینا هر وسط بیفته، چون که وسطن دیگه وسطشون استفاده نمیشه. مثلا 10 پیکسلش کنم من اینو، ببینن چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته که حالا وسط افتادن. خب به خود خب مثلا رنگش عوض کنم، یا مثلا فونتشو عوض کنم، کلا فونت مثلا فامیلیشو بدم مثلا این. خب مثلا این فونت کاملا فرق میکنه، دیدی؟ یا مثلا میام این رده که دادم یه مارجینه 0 اوتو میدم بهش، میفته وسط. میبینی از مثلا 0 اوتو به جای 0 اوتو مثلا 10 پیکسل بدم میاد یکم پایین تر، مثلا یا مثلا بیام مثلا 50 پیکسل بدم، خب این میاد مثلا پایین تر. دیدی؟ همچین چیز رو ما توی استایل یاد میگیریم که توی جلسه های آینده حتما یاد میگیرید. خیلی راحت یاد میگیره که چیکار باید بکنیم اینجا. خب من کاملا همه چیز رو روی این قسمت زدم اونجا
کلا بسته. خب ببخشید کلا مثلا اینا رو من پاکش میکنم، یه دونه داک دیگه مینویسم. خب دوباره بیاد بالا یکم صبر کنیم داک. خب اینجا مثلا مینویسم آموزش برتر، اینجوری برتر در نظر میگیرم برتر. خب ما جدولا رو یاد گرفتیم چیکار باید بکنیم، رنگاش چطوریه. خب اینا رو ما کلا یاد گرفتیم که چیکار باید بکنیم. خب اینا رو ما کاملا یاد گرفتیم که چیکار باید بکنیم. خب ما رسیدیم به این بخش دیگه. مثلا تیبل رو یاد گرفتیم، TH رو یاد گرفتیم چیه، TR دونستیم، TD کپشن، کال گروپ، کال، تی هد، تی بادی، تی فود اصلا چی هستن. TD رو اصلا بگم. خب مثلا TD اصلا چی هستش، من در نظر بگیرید سیاوش رو بزنم ببینم TD اصلا چی هستش. TD همونه، فرق نمیکنه. دیدی مثلا TD چیه؟ خب مثلا یه TH من میندازم توی TD مثلا اینجوری نظر ببینم چه اتفاق افتاد. خب مثلا اینجوری، حالا مثلا اینجا هم یه چیز دیگه من می‌نویسم. خب اینا پشت سر هم میفتن، فرق نمیکنه. خب یا مثلا تی هد چیه؟ خب مثلا تی هد بذار ببینم تی هد چیه. تی هد هم همینه. خب تی هد دیگه من میندازم بذار ببینم مثلا چیه هست. اینا هم پشت سر هم میفتن. میبینید تو تی هد هم شما میتونید این کار انجامش بدید. خب بیار ببینم چی میگید. کپشن چیه؟ کپشن چیه؟ بذار ببینم کپشن چیه. خب متنن دیگه، مثلا متن که کپشن میگی. خب کپشن ها فرق میکنه. ببین مثلا جایگاه اینا فرق میکنه توی هر قسمت. اینا هم همون دستور عامل هایی هستن که تکراری هن. کال گروپ چیه؟ کال گروپ چیه؟ خب مثلا اینجوری در نظر بگیریم. مثلا می نویسیم اصلا کال گروپ خب اینش مثلا اینجوری در نظر بگیرید. خب v2 w2schools.com مثلا اینجا در نظر بگیری. خب مثلا این کد رو من گرفتم. خب این کد رو مثلا گرفتم میارم اینجا. خب این کد رو مثلا برمیدارم میندازم اینجا. میام میبینم که آقا یه دونه همچین چیزی برای من ساخته. خب مثلا میبینم که اصلا چه چیزی برای من ساخته. ببینم چی اتفاق افتاد. دیدی الان شما میتونید همچین چیزی هم داشته باشید. مثلا تیبل رو به جای که مثلا تیار بدی کال گروپ ها رو بذاری به صورت کالی تعریف کنی. اینا رو کال بدی بهشون. خب کال بدی. این کالا چیکار میکنن؟ یه کال گروپه که شما مثلا میاد TR TH میدی. خب این کال گروپ رو که نوشتی مثلا این رنگش عوض بکنی تعریف میشه برای اینا. خب این کال گروپن، یعنی گروهشون رنگیه. خب مثلا شما آی اس بی ان رو تایتل و پرایس رو، یعنی اینا تحت تاثیر تحت تاثیرن. چطور تحت تاثیرن؟ در نظر بگیرید چطور تحت تاثیرن. شما مثلا یه چیزی دیگه داشته باشید، مثلا یه تیار دیگه ای می‌نویسی. خب مثلا یه تیار دیگه می‌نویسی، مثلا یه تیار دیگه می‌نویسی، میایی TD بهشون میدی. در نظر بگیرید TD میدی. خب یه روش دیگر از مثلا TD میدی بعدی هم TD میدی. خب مثلا یه دونه بعدی دیگه TD می‌نویسی. خب اینجوری در نظر بگیری. اینجا برمی‌داره یه TD دیگه می‌نویسی مثلا اینجوری در نظر بگیری. این رنگش فرق میکنه، یعنی به صورت کال گروپیه. یعنی شما به صورت کال گروپیه، یعنی شما کالشون رو فرق میکنید. یعنی اسپن مثلا یک در نظر بگین، مثلا اینجوری میره. ببین اینجوری میگه مثلا 2 تا ستون مثلا 3 تا ستون رنگش این رنگی باشه. خب یا مثلا 2 تا ستون رنگش این باشه. کال بنویسی. ببین اینجا
دو تا ستون تو دو تا اسپن استایل بک‌گراندشون این رنگی باشه، یا مثلا یه دونه ستون این باشه. خب یه دونه ستون این باشه، مثلا اینجا بیام بنویسم مثلا اسپن، مثلا بیا بنویسی اسپن تو این رنگی باشه، اسپن تو این رنگی باشه. بیا بنویسم مثلا این کال دیگه. خب یه کال دیگه بیدیم مثلا بیا بگی که آقا یه استایل بهت میدم، بک‌گراند کالرت چی باشه؟ رد باشه. بک‌گراند کالرت هم خب رد باشه. اسپن 3 اسپن 3 اصلا هست، بذار ببینم چه اتفاقی میفته. خب یه باگ دیگر رو شما در نظر مثلا اینجوری در نظر بگیری. شما اینجا رو ننویسید بهتره، مثلا اینجا خود به خود داره استفاده میشه. یعنی شما مثلا اسپن اینجا ننویسید اصلا ستون دور خودش انتخاب بکنه، مثلا ستون 4، مثلا ستون 4 حالا می نویسید دیگه اینجوریه دیگه. ببین همینه که شما با کپشن ها کال گروپ ها چطور اینا رو میتونی بنویسی. یعنی یه دونه تیبل باز بکنی، تی آر و تی اچ تو بدی، یه دونه کال گروپ بنویسی و رنگاشو براش بدی. خب رنگاشو براش بدی نسبت به ستونا، که این کار سختیه. این مثلا کار سختیه. دیدی که توی مثلا CSS این جهت سخت نبود. CSS دو تا مثلا علامت گذاری میکردی، میرفتی اونو که میخواستی رو انجام میدی. ما یه گروه داریم به اسم لیست. خب لیست تایی اصلا لیست وجود نداره. خب لیست ها رو میخوام توضیح بدم. خب تگ UL اصلا چی هست؟ مثلا اینجوری من مینویسم. خب تگ UL چیه؟ اینجوری در نظر بگه که تگ UL اینه. خب UL داریم که بعدا میفهمی که آقا UL چیه، پس تماشا کن ببین که آقا این چیه، تفاوتشون چیه رو من بهتون توضیح میدم. ببینید که پشت سر هم دارن میفتن. خب LI DL LI، خب LL DL DT DT ببخشید DD. خب ببین این اومد یکم فاصله انداخت. او رو بنویسی میاد یکم فاصله دیگه میفته. خب چی کار میکنه؟ یه نکته کنارش میذاره. خب DL و DT این کار انجام میده. خب من یه DL مثلا میام مثلا DT دیگه مینویسم. خب مثلا در نظر بگیرید یه دونه مثلا LI مینویسم، بذار ببینم LI مینویسم. خب مثلا شما LI که مینویسم مثلا اینجوری میشه. این هم همین. حالا خودتون میبینی که یه فاصله انداخته رو به اینجا. خب فاصله انداخته. توی جلو بحثه های UL و شما میفهمی که چی کار میشه. ما حالا دیایو داریم که اکثرا توی دیایو ما کدامون رو می‌نویسیم. یعنی دیایو خیلی استفاده میشه. یعنی مثلا شما مثلا یه دیایو تعریف می‌کنی، مثلا یک سکشن داری. خب یه دونه سکشن داری که این کدها مربوط به اوناست. یعنی هر جایی که مثلا کدی که می‌نویسی باید توی همون قسمت باشه. مثلا اینجوری در نظر بگیریم مثلا دیو اصلا فرق نمی‌کنه. خب ولی شما مثلا این اسپک رو بگیری، این دیو توی SEO خیلی خوبه. یعنی توی SEO شما باید دیو داشته باشید. مثلا دیوا مثلا توی سکشن شما همین پیو دارید. خب این دیوها توی هر جا میتونن مثلا استفاده بشن. مثلا کلاس بیدیم مثلا رد. خب مثلا اینا فرق میکنن. خب مثلا این دیوه باید شما توی دیوه مثلا یه متن میخوای بنویسی، مثلا یه شکلی رو میخوای قرار بدی، دیوا مهمه. این کار خاصی نمیکنه. ولی دی آی مثلا یک باکسیه. آی فریم چی هستش؟ خب بذار ببینم آی فریم چی هستش توی
آی فریم مثلا آی اف ریم که سورسش مثلا ایمیجه. بذار ببینم اصلا چی هست. آی فریم اینجوری چیز میکنه که شما میتونید یه سورس بدی بهش که ویدیو تو هایت بده. خب مثلا اسم میدی بهش، بذار ببینم اسم میدم بهش، این هم که عکس میذاره دیگه، ویدیو هایت عرض و حالا ارتفاع فور اینپوت. خب این هم اینجا فریم ها رو من گفتم. خب چه چیزی اینپوت رو میخواستیم بدیم دیگه. این بود به صورت تکستی، مثلا شما یه اینپوتی که نوشتید به صورت تکستی. خب مثلا این تکسته. خب مثلا شما مثلا یه چیزی ثبت نام میخواد بکنی اینجا مینویسی و میتونه پاکش هم بکنی. خب مثلا میان یه آیدی میدن یا مثلا آیدی میدن یا مثلا یه دونه چی بهشون میدن، خب نیم بهشون میدن، میگن که آقا مثلا یه نیم میدن یا مثلا سیاوش مثلا یه نیم میدن اینجا در نظر بگیر. خب یه نیم میدن بهش، نیم بهش میدن، بعدش هم اینپوت میتونی حالا تکست بدی که اینجوری تکست بنویسی یا مثلا اینجا میاد مثلا رادیو مینویسی. خب یه رادیو مینویسی مثلا به صورت تیک مانندی ثبت بشه. مثلا چک باکس مینویسی. خب مثلا اینجا چک باکس مینویسی. خب مثلا چک باکس بذار خودم بنویسم، چک باکس میگیریم. خب چک باکس اصلا چی هستش؟ اینجوریه که شما مثلا چک باکس، اون به صورت دایره بود این باکسی بود. خب سابمیت میکنی، مثلا سابمیت میتونی بنویسی توی اینپوت ها. اینا توی بک‌اند استفاده میشن خیلی. سابمیت مثلا اینجوری کلیک میزنی ساب میشه. خب تایید میشه، مثلا تاییدها رو میتونی استفاده یا باتن هم میتونی انتخاب بکنی. یا باتن، خب باتن باید بنویسی. مثلا باتن توی باتنه مثلا یه دونه مثلا اسمم بهش میدی، چه کار باید بهش اسمم بهش مینویسی. لیبل فور، لیبل فور، لیبل که فور، لیبل شما نوشتی مثلا این پول مانندی. بذار ببینم چه اتفاقی میفته. خب مثلا اینجوری یه چیز مینویسیم، یک لیبل نوشتی که جلوش یک متن گرا گرفتی که شما مثلا با روش زدن مثلا یه صفحه جدید باز شده. خب مثلا یه سورس میدی، مثلا روی مثلا اینجا یه دونه مثلا لینک میکنی. خب مثلا طرف میاد یه لینک میکنی، خب مثلا ایندکس 2. خب مثلا طرف میزنه، حالا این اتفاق نمیفته روی این قسمت. خب ولی مثلا لینک رو روش مثلا ایندکس 2 بدم. خب یه لینک مثلا اینجوری بدم. خب در نظر بگیرید ای بدم مثلا ایندکس 2. خب روی اینم مثلا یه تیبل بزنم که این تیبل پر بشه برای مثلا ایندکس 2. خب مثلا اینجوری در نظر بگیر، این لینکشو داده. خب وارد میشه اینجا HTML. خب بذار ببینم چه اتفاقی. حالا ولش. خب لیبل فورام همونن دیگه، توی جلو بحثاش میشه سلکت و آپشن.
خب مثلا یه سلکتش کنی، مثلا نیم بذاری، آیدی بذاری، مثلا اینجا هم یه دونه مثلا یه چیزی بنویسی. خب یه دونه مثلا صفحه باز میشه دیگه. این صفحه مثلا توی صفحه شما مثلا میای یه کپشن میدی. خب مثلا یه کپشن میدی، این کپشن مثلا اسمش اینه. خب مثلا شما وقتی کپشن میدادی یا چی؟ خب یه دونه اپتیشن مثلا اینجوری ولیوی این و اسم این مثلا. آره اینجوری مثلا یه گزینه‌ای میدی. خب مثلا یه آپشن چیه؟ آپشن فکر کنم باشه. خب مثلا یه چیز دیگه. خب مثلا اینجا دو گزینه میشه، مثلا شما اینو انتخاب کنی یا مثلا اینو انتخاب کنی. مثلا خیلی دیگه مثلا میای مینویسه مثلا رشته تجربی، ولیو ها برای مثلا اینجا میتونیم مثلا بنویسی تجربی. خب برای مثلا انسانی، روی اولی انسانی اتفاق میفته. مثلا رشته تجربی هستم، اینجا این پوز رو میزنید تمام شد. مثلا اینا وصل میشن به هم دیگه. اون وصل شدن هم ربط به بک‌اند کار داره. تکست خب تکست رو بذار ببینم اصلا چی هست. تکست خب یه نیم میدیم، یه آیدی میدیم توی اینجا مثلا این میدیم. خب بذار ببینم اینجا مثلا یه چیزی پیش فرضی میده. خب مثلا تغییر هم میتونی بدید، ولی سایزش هم میتونی تعویض کنی. مثلا سایزش رو مثلا هر چی که دوست داشتی. بعدش مثلا سابمیت میذارن، یک مثلا باتن میذارن که شما سابو میزنی مثلا طرف میفرسته. مثلا یه دونه مثلا نامه میخوای بفرستی، از اینجا استفاده میشه. باتن هم میگیم تمام. باتن هم بهتون میگیم تمام. باتن چیه؟ خب باتن مثلا اینجوری در نظر یه باتن داری. خب مثلا این باتنه لینکه، اینو شما مثلا میای روش یه چیز دیگه هایی میاد مثلا میذاری. خب مثلا یه چیز دیگه میذاری، مثلا یک بذار لینک اصلا کار میکنه. بذار باتن بذارم ایندکس تو مثلا اینجا شما مثلا این اتفاق نمیفته. فکر نکنم که این اتفاق بیفته. خب مثلا اینجا بزنم این باتن کار کنه. بذار اینجا لینکش میتونم بکنم، مثلا ای بدم فور، مثلا سورس بدم. بذار سورس میتونم بدم بهش. خب مثلا ایندکس تو اینجا روش میزنم، اینجا هیچی اتفاقی نمیفته. اینجوری نه. حالا توی جلو میفهمی که این باتنه چی کار میکنه. مثلا یه باتن مثلا اینجا ترجیح بدیم باتن تگ. خب باتن تگ. آره تایپش باید بدی. بهش یه تایپ بدی که تایپ مثلا کلیک می، مثلا اینجا در نظر بگیرید کلیک می، مثلا کلیک می مثلا بدی دیگه. خب مثلا یه کلیک می بدی، اونم تایپه. بذار ببینم این اتفاقش چی میفته. همچین چیزا رو ببین. دو تا قسمت داری، اینا به بک‌اند نیاز دارن و که روش بزنی یه چیزی اعمال بشه. اینا بک‌اندن که اکشن باید بدن. ببین یه اکشن باید بدی این اتفاق بیفته، یعنی این کارش بیفته تو راه، یعنی اکشن باید بگیرن که
مثلا اکشن گت توی مثلا اینو میزنن وقتی یه چیز دیگه اتفاق بیفته. خب اینا نسبت به نیاز اون چیزا هستن، بکند هستن که بکند باید داشته باشی که این اتفاق بیفته. امیدوارم حال دلت خوب باشه. این جلسه هم تموم شد. این جلسه هم جلسه سوم بود. دوستتون دارم. خدا نگهدار شما باشه.